سلام علیکم به همگی دوستان. خواستم امروز برای شما بگم که چی رقم کچری درست میشه. البته ایرتی ها خود ما که بلدن کچری درست کردن دیگه، ولی خب بازم گفتم یک توضیح بدم به زبان خود. کچری درست کردن بدیدین که من اول گوشت را آماده کردم، چون من گوشت قورمه درست کنم، نه من به قطعی کچری ها کنم. بادمجان هم آماده کردم که کچری بادمجان ما هم دیگه ما افغانا کچری بادمجان ما معروفه. ماشو برنج هم از قبل خیس کرده بودم که دیگه گفتم خیلی طول نکشه. پیاز من پیاز خوش کرده برای داخل کچری تفتاده، یعنی خود روغن اینا رو یک کمی فقط نرم میکنم، بعد که یک کمی تف بخوره تا خود نرمم بشه، بعد روغن اضافه میکنم. بعد یک ذره که اینا تف خورد و نرم شد روغن اضافه میکنم. دیگه البته میفهمم که اوتا خوب چیز من درست نکردم اوتا، چون یک ویدیو ما یک کمی عجله شد. بعد این پیاز که تفت دادم یک کم که حالت قهوه‌ای رنگ بشه یک کمی رو با اضافه میکنم، به خاطر هم مزه و هم یک رنگ بیتر میده برای کچری. البته خب به ایران افغانستان پیازا خوش کرده نرم بود، میرختن سری رنگ پیاز قهوه‌ای میشد. اینجا نمیشه، اینو پیازا خوش کرده آماده. چرا پیازم رنده کنیم برزیم تفتیم خوب میشه. و هم که دیگه میگم وقتی و نبود کچری درست کردن ما کمی عجله شد. نگه بعد که پیازا رو بار تفت دادم ولی ماشار ریختم به سر اینا. ادویه کمی فلفل سیاه، یک دو قاشق چای خوری زیره سابیده یا زیره سیاه سابیدم که مزه بوی کچری به همو زیره اونه. ایرتی هم میفهمن. خود زرچوب هم میزنم به خاطر هم بالاخره بو و رنگ هم میو. البته خب دل بخیه میشه دیگه ادویه های هم اضافه شه، فلفل سرخ برزیم، مثلا درچینی مایم هرچی خوش دارین دیگه. ادویه غذا بیشتر به چیز خود آدمه ولی ذائقه خود آدمه، ولی خب زیره بیشتر باید به کچری بزنیم، حتی بیشتر هم بزنیم بهتر میشه. دیگه گوشتم هم که دیدیم قورمه هم آماده تقریبا داره میجوشه تا این پیازا هم تف بخوره. پیازا و ماشا و هم میگه دیگه اینا ادویه ها خودی هم تف میخوره. خب یک کمی باید پیاز ماش حالت برشته بشه داخل روغن که تف میدیم که وا نره داخل کچری شما. حالا کم او جوش میرزم بروی اینا. نمک من یک قاشق ریختم، قاشق کلان البته چون برنجم زیاد بود. نکال یک کمی جوشید امیته به می حال که او داغ ریختم دیگه می جوشه دیگه، یعنی او سرد نبوده، بیتره که او جوشیده برزیم. برنج اضافه میکنم. گاله او هم اغزر ریختم که برنج به زیر اوشه که دیگه سر قبل من میبستم تا بجوشه و او هم برنج کم به حالت پختگی میگیره و اوی هم که داره خشک میشه تقریبا. دیگه یه برنج حالا آماده به دم کردنه که باید دم شه. دیگه برنج جمع میکنم قشنگ دوره بریار دیگه. وسط برنج را من خودم کفگیر یک کمی لایوا کردم تر نصف کاسه هم
داغ باز ریختم و یخ نریختم. دیگه حالی برنج دم میکنیم کچری ما. البته اگه خواسته باشیم گوشت در داخل بزنیم دیگه، حالا این موقعیه که اول قبل یا بعد از او گوشت داخل کچری خو میریختین، حالا گوشت رو هم خودی و دم میکردیم بلا برنج خو، بعد خودی و دم میشد که میگم می کار نکردم. من حالت قورمه درست کردم. یعنی برنج ما کچری ما دم کشید. وقت کشیدن اینه دیگه، جا کردن قول ما ایرتیا، جا میگی شما خیلی دیگه. هم که قورمه ما نخود و سیب زمینی هم ترختم افغانیوار درست کردم. هم که دیگه بادمجون ما که دیگه بدون بادمجون با کچری و تمزه نداره. این هم آخره کشیدیم دیگه، جا کردیم داخل بشقابا و خود ماست ترشی هم کناری و جای هم میگی شما عزیزان خیلی.